آقای عشقی لطف میکنین در مورد حوزه فعالیتتون بیشتر توضیح بدین؟ بنده تو کار فعالیت حفاظ شاخ گوزن رو دیواری هستیم. این حفاظا با میلیاردهای 9 و 10 تولید میشه. بعد عرضم به حضورتون که با نیزه پر و جوش پر با رنگ‌های درجه 1. بعد این کارا از ارتفاعهای مختلف شروع میشه، از 50 شروع میشه، 70 90 1 و 20 الی 1 و 50 که آبشاریامون هستن. چند سال هستش که توی این حوزه هستین؟ 12 سال تو این کار خدمت میکنیم. خیلی ممنون. سلامت باشید.